گر بر سر نفس خود امیری او دخترام جوان مرد میشد. اینجا به معنای صفتی عادلانه، یعنی که تو همین مردی در عدالت ظاهر میشه که کسی رو عذر نمیدی. بنابراین گر بر سر نفس خود امیری، بر کور و کرر نکته نگیری. ار یعنی اگر، یعنی اگر تو نفس خودت را کنترل کرده میتوانی، اگر تو خودت را به دست گرفته میتوانی، پس یکمین علامتی مردی همین. پس به استاد رودکی چه گفت که اولین علامتی جوانمردی انسان همین است که نفسش را زیر امر گرفته تواند. امیر یعنی کسی که امر میتید، میگه بخیز، بشین، بکن، نکن، یعنی امیر، امر دهنده است. یعنی اگر تو خواهش های خودت رو امر داده میتونی، مثلا از میخوای خوردن میگه یکدم صبر کن ای نفس. نفس یعنی همین خودت، نفس، خواهشات. اگر تو حاضر یگان خواهش داری، یگان میل داری به همه چی، چی به خوردن، چی به پوشیدن، چی به شهرت، چی به بازی، چی به پول، به دنیا، اگر خود رو قپیده تانی، با عقل کنترل کرده تانی، انمون مرد. ولی کسی که خودش کنترل کرده نمیتونه، انا که میگه او مردیش مشکل داره، ایرا خودش قپیده نمیتونه، ارادش نمیرسد. پس اولین علامت مرد اراده داشتن، خود را قپیده تونستن، خواهش های خود را کنترل کردن، نفس را کنترل کردن. انیره میگیم چی؟ یکمین علامت. مرد فقط به معنای نرینه بودن نیست، مرد و زن به معنای جنس نیست. مرد همچه صفت یعنی جوان مردی. بنابراین استاد رودکی نگفته است که اگر بروت داری پس معلوم که مردی نیست. از روی بروت نگفت، از روی چی گفت؟ گر بر سر نفس خود امیری پس تو مردی، اگر بر سر نفس خود امیر نیستی پس مرد نیستی. انا معنی مصرعی. این یک مصرع یکم به خود آدم دخل داره، یعنی که در باره خودت سخت گیری باشه. نه در همین کیمیای خرد میگه که ظلم به کی ممکن است، به سر کی ظلم کردن ممکن است؟ میگه که فقط به نفس خود، یعنی به هیچ کس ظلم ممکن نیست ولی فقط به نفس خود. مثلا اگر همین میخوای فلان چی یگان خواهش داری، اگر ظلم میکنی نسبت خواهشت، انا چی میگیم؟ یعنی که اگر ظلم باشه فقط به همین نفس خودت ممکن. این همین دلت میخواد که حاضر یگان کار کنی، یکی همون را قپیدن در کار، ظلم کردن سرش در کار، لیکن به دیگران ممکن نیست ظلم کردن. خب این یکم در خود. اما مصرع دو میگه بر کور و کرر نکته نگیری مردی. البته درباره مناسبت با جامعه گپ میره در سطر دوم. در سطر یکم درباره خود را چخل به دست گرفتن، اما در سطر دوم مناسبت با جامعه میگه بر کور و کر. کور و کر فقط همه آدم نابینا و ناشنوا نه، کور و کر یعنی همه کسانی که نقص دارن. شلم باشه، مثلا زبانش میگیروی، چشمش نمیبینمی، قدش پسته، روش بزیبای، بینیش کجای یا عقلش کمای، خلاصه یکون ناقصی دارد. اگر شما نکته گیری، نکته گرفتن یعنی یگان مسخره کردن، ایراد گرفتن، او را مزاح کردن. میگه که بر کور و کرر نکته نگیری مردی، یعنی علامت دوم مردی این است که شما
یگان آدمی بیچاره را آزار نتی. یگان آدم کور باشه تو را مسخره کنی کور، یگان آدم لنگ باشه تو بگی انا لنگ آمد، انا یگان آدم ضعیفی داره، حتی نه تنها ضعیفی جسمی، مثلا یگان آدم فقیر است، شاید یگان آدم کمبغل است، یگان آدم بیمار است. یعنی مرد حقیقی این است که اینها را آزار نمیده. خب مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. نکن دو خط آخرش باز درباره نه تنها مناسبت، جنبه اجتماعی در جامعه سخن میگه که اگر در جامعه یک آدمی فتاده یعنی افتاده، اگر فتاده به معنی اینه که در اینجا افتاده است، یعنی ممکن او در زندگی ناکام است. فتاده یک آدمی فقیر، فتاده یک آدمی که مثلا کارش برار نگرفته است، او فتاده یک آدمی که مثلا محتاج است، فتاده. یعنی که فتاده یک آدمی ناکام، ضعیف، احتیاجمند، نابرار، کارش برار نگرفته است، موفق نیست، که تو او رو باید کمک کنی، دستگیری کنی، یعنی با او کمک کنی. گر دست فتاده بگیری مردی. اما میگه که مردی نبود فتاده را پای زدن. پای زدن یعنی که پیشپایی دادن، باره تنقید کردن، او را یک باره بالاش ظلم و فشار کردن. برعکس اگر تو امکانیت داری، پول داری یا وظیفه داری یا منصب داری یا قدرت داری یا قوت بازو داری، یگان وقت اینا را استفاده برده یگان آدم ضعیف بیچاره را فشار نتی، آزار نتی. اگر همی کار کنی تو مرد حساب نمیشی. مردی نبود یعنی از روی مردی نیست. مردی نبود یعنی این مردی نیست که یگان آدمی محتاج و ضعیف و فتاده را پای زدن یا بلغت زدن یا پیشپایی دادن. برعکس گر دست فتاده بگیری مردی، یعنی اگر تو یگان آدمی فتادهی، بیچارهی، احتیاجمند کمک کنی مردی. این در مکتب در صنف شاید یک نفر بی تربیه یگان بچه اندک ضعیفتر میزند یا آزار میتید یا تحقیر میکند. این شما مثلا یک پهلوان میگی جبیو این دادر من ایره نمیرسی دیگه، حمایه میکنی، یعنی پای نمیزنی، برعکس دستش گرفتی. او کمبغل نیست، شاید مثلا از نظر جسمانی ضعیفه یا نه آمده است ولی جاش نیفته است. اگر کسی رو آزار میتید شما او را اگر حمایه کردی انا مردی. بنابراین در همین مناسبتی جامعه، مناسبت با قشری ضعیف احتیاجمند معلوم میشه که شما مردی یا نه. از این رو استاد گفتن که مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. اکنون خلاصه اگر گیریم یعنی استاد رودکی بینید 1150 سالگیشان در اقالی نکرده، نه 1150 سالگیش، یعنی که قریب 1200 سال پیش رودکی 1150 سال پیش این سخن گفته است و تا امروز همین فرهنگ ما زیر همین سخن است. بنابراین کسی که تربیه دارد، کسی که رودکی همین شناسد، شما همین روز همین بیت یا همین ربایی را برای خود شعار کنید. یعنی بخصوص بچه ها شما همین در یکون دفترتون دارید، در کتابتون دارید، بین خود تکرار کنید که گر بر سری نفس خود امیری مردی. یعنی مرد چه میگه؟ یعنی مرد هستی،
گر بر سر نفس خود امیری، همین دو کس هست مرد را. گر بر سر نفس خود امیری، او دخترام جوان مرد میشن. اینجا به معنای صفتی عادلانه، یعنی که تو همین مردی در عدالت ظاهر میشه که کسی رو عذر نمیدی. بنابراین گر بر سر نفس خود امیری، بر کور و کرر نکته نگیری. ار یعنی اگر، بر کور و کرر نکته نگیری زبانی همین اصلی ده. بر کور و کر اگر تحقیر نکنی، نکته نگیری، ذکر نکنی، او را خور نکنی، مردی نبود فتاده رو پای زدن. گر دستی فتاده بگیری مردی. خب اکنون من در جنبش میخوام که یکی از همین کسایی که مرد حقیقی است همین ربایی را متنشه و معنوشه گوید. بر سر نفس خود امیری مردی. احسن. معنایی را دارد که اگر در بالای نفس خود، در بالای خواهش‌های خود اگر ارادت کرده توانی، تو مرد هستی. بر کور و کرر نکته نگیری مردی. اگر به هر یک چیزها، به هر یک آدمایی که یگان کار میکنن به آنها اهمیت ندهی، به هر چیزهای خوب نمونه او فکرش میگه با شما علاوه میکنه. به هر یک چیزهایی که بر یگان سر یگان چی میگویند اهمیت ندهی مردی نبود فتاده را پای زدن. این معنای آن را دارد که همین یگان از خود یگان آدمی ضعیف را، یگان آدمی سوست را مزاح میزنی، این از حساب مرد نیست، یعنی نامردی است. این نامردی است. در دست فتاده بگیری مردی. با پروری در آن را یادم دی، یگان کسی از خود ضعیفتر را کشیده برگان یگان چیز را نفهمد، او را فهمانی و در مکتب طلبه نباشد، او را فهمانی مکتب را یگان چیزی خوندن را ایز از روی معنی نباشد. خب بینید بسیار خوب گفتم، آفرین. ولی مصرع دومش بسیار عمومی گفته گذاشت. گفته بودیم که بر کور و کرر نکته نگیری مردی. انا میره شما بگه بر کور و کرر نکته نگیری مردی. کور و کر همین دو صفت نه، ممکن شل، لنگ، نمیدونم ضعیف است، مثلا ممکن کمبغل باشه، ممکن لباسش ارزانتر باشه، هر چی بگن. نکته گرفتن چی است؟ نکته گرفتن چی؟ ایراد گیری، اما را ذکر کنی، قید کنی، مزاق کنی، مسخره کنی، چی میشه؟ نامردی. ببینید طرز خواندنش ده بار میگم دقت کنید. وقتی که جمله شرطی میبیا ویرگول داره. گر بر سر نفس خود امیری ویرگول مردی، اون وقت مردی. گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور کر نکته نگیری مردی. ایخ خواندن ده معنی نمیتید. بنابراین میگه گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی. ویرگول داره نکی، ویرگول اگر نمونونه ایروی معنی همونجا توقف. مردی نبود فتاده رو پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی، یعنی اون وقت مردی. انا درستش خون مردی نبود فتاده رو پای زدن، در دست فتاده بگیری مردی. درست فهمید نه؟ درست فهمید. این تنت این بسیار مهم است. همین قپیده بتونی چیه؟ این نفس گریخته سم میخوایش چی است؟ نه معناش درست دید اداره کرده تونی و انا دیده. مثلا میخوای قلیان کشی، قلیان دل کشیده استدای یکم با جوره ها کردهستن میفارد، اما سیدا چی گفت اون؟ سیدای نصفی نفس سرکش را مسخر عقل پر تدبیر کرد. یعنی این نفس سرکشی کرده، میگه قلیان میخوام کشم، سیگار میخوام کشم،
بازی باید روم، خوب باید روم. اینی دختر موشه کشم هم که خویشام از در مکتب عقل نفس سرکش هم که فرمانو داده است خیلی او را در جوش میشینونیم. مسخر کردن یعنی تسلیم کردن، در جوش شینوندن. میگه عقل نفس سرکش رو مسخر عقلی پر تدبیر کرد. عقل میتونه را به عقل بگی نه اینا میکنم ضرر داره، اینا میکنم گناه داره، اینا میکنم نامردی میشه. برای همین چی هست؟ عقل یکی از وسته های یعنی نفس قپیدن. در دوامش چی میگه؟ سگ که شد دیوانه او رو میتوان زنجیر کرد. یک سگی دیوانه شده نفس ما که این کار کنم این کار کنم، چقیل سگ من میکنی یک زنجیر در گردنش میکنی، سگ دیگه نمیتونه دیوانگی کنه. بنابراین همی عقل همون زنجیر است که بر پای نفسی سرکش میکنی. بنابراین نفسی سرکش را مسخر عقلی پر تدبیر کرد. سگ که شد دیوانه آن رو میتوان زنجیر کرد. غزل سیدا. انا برای همین چخیر سرکوب میکنیم نفسا یا که نگاه کنترل میکنیم؟ با چی واسطه؟ واسطه عقل، واسطه مشق. بنابراین مردی حقیقی این است که نفسش سالم است ولی با عقل، با مشق، با اراده او را قپیده میتونه. انا که دوام تشم خودت